یکی رفت یکی اومد. اونی که رفت گفت بعد من ایران نابود میشه، دنیا به هم میریزه و شد. اونی که اومد گفت آب و برق مجانیه، همه خونه دار میشن، ولی نشد. اونی که رفت از تمدن بزرگ حرف میزد و میخواست ایران رو جزو پیشرفته ترین کشورهای دنیا کنه. اونی که اومد میخواست مردم رو به 1400 سال پیش ببره. اونی که رفت ویزای سفر به 70 کشور دنیا رو حذف کرده بود. اونی که اومد پاسپورت ایران رو بی ارزش ترین پاسپورت دنیا کرد. کسی که رفت یه بار ارتش عراق به کشورش حمله کرد و 3 ساعت بعد نماینده عراق در سازمان ملل از ایران شکایت کرد و گفت که ارتش شاهنشاهی ایران 5 کیلومتر از خاک عراق رو تصاحب کرد. کسی که اومد دوباره ارتش عراق به همون جا حمله کرد و 8 سال طول کشید تا بیرونش کردن. کسی که رفت 5مین ارتش مقتدر جهان رو داشت ولی تجهیزات ضد شورش نداشت. کسی که اومد 30% تجهیزات نظامیش برای سرکوب مردمه. کسی که رفت به حق انتخاب مردم احترام میگذاشت و مردم رو در چگونه پوشیدن و نوشیدن و چگونه زیستن آزاد گذاشته بود. کسی که اومد حق انتخاب رو از مردم گرفت و برای چگونه پوشیدن و نوشیدن و غیره قانون وضع کرد. کسی که رفت مدرسه و دانشگاهش مجانی بود. کسی که اومد همه رو پولی کرد. کسی که رفت همه شادی ها و اعتبار ما رو با خودش برد و کسی که اومد جز رنج و گرفتاری و غم چیزی برامون نذاشت. خلاصه کسی که رفت عاشق ایران و ایرانی بود و کسی که اومد عاشق فلسطین و لبنان و عراق. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و به عشق اونی که رفت فالو کن تا هر روز یه تیکه از تاریخ ایران رو ببینی.